میگن این هنسفری بلوتوسی جای مترجم رو برات پر میکنه. از اون جایی که من به راحتی هر چیزی رو باور نمیکنم تصمیم گرفتم خودم باهاتون تستش کنم. خب حالا وارد اپلیکیشنش میشیم و از قسمت ترنسلیت گزینه لایو ترنسلیشن انتخاب میکنیم و زبانمون رو میذاریم روی فارسی به انگلیسی. من به غذای دریایی حساسیت دارم. توی این غذا ماهی هست. حالا بیاید برعکسش هم امتحان کنیم. Hi, where is the nearest metro station? سلام، نزدیکترین ایستگاه مترو کجاست؟ البته که روی جعبه محصول قید شده. هنسفری 132 زبان مختلف رو پشتیبانی میکنه. اگه زیاد سفر میری، زبان میخونی یا با مشتری خارجی در ارتباطی، این واقعا میتونه به دردت بخوره و نویز کنسلینگ و اپلیکیشنش هم بسیار آپشنای زیادی داره و کاملا به دردت میخوره. این دستگاه از برند مک دودو و مدل اسپیک A01 هستش. برای استعلام قیمت و ثبت سفارش کافیه کلمه مترجم رو برام کامنت کنید تا من اطلاعاتش رو برات بفرستم.